الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والمقربين ونبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادرای عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با اذن و اجازه الهی آیات از سوره مبارکه ملک میخوانیم. در این شک نیست که کلام الهی تا قیامت وسیله هدایت، رحمت و سعادت بشر در دنیا و در آخرت است. بشریت در همین شکل که به غذا و به آب و به هوا نیاز داره، به همین شکل به هدایت نیاز داره. هدایت یک امر مستمر باید باشه برای بشر، چرا خداوند متعال تاکید میکنه یا ایها الذین آمنو آمنو، ای مؤمنان تجدید ایمان بکنین. یعنی ایمانتان مثل که لباس هر روز ستره میکنین، تازه میکنین، مثل که دستور رو هر روز تازه میکنین، به همین شکل قلبتان هم با تصدیق و با تکرار و با تلاوت و با اینا اما یقین و باورش روشن کرده و تازه کرده باید. یعنی هدایت به شکل استمرار نیاز است. و فلسفه ای که نمازم در 5 وقت تقسیم شده و ذکرم در صبح و شام از سنت پیغمبر علیه السلام مانده و به همین شکل دیگه اعمال شرعی به همین شکل در فصول و در ایام و در ساعات مختلف تقسیم شده، حتی در نیمه شب، به خاطر این است که انسان در دنیا برای امتحان آمده و در این دنیا همیشه مورد حملات نفس و شیاطین قرار داره. قسمی که در نمازهای جمعه از طرف خطیب خوانده میشه که نعوذ بالله من شرور انفسنا، پناه میبریم به الله از شر انفس ما، نفس های ما. یعنی امو هسته های مخربه که به خاطر امتحان خداوند متعال در ابتدای آفرینش در قلب انسان بنابر نص صریح که در سوره مبارکه شمس است، فالهمها فجورها و تقواها، این هسته های مخرب مانده شده تا انسانی را تزکیه کنه، تصفیه بکنه، مدیریت بکنه توسط رحمت خدا، توسط فیض الهی، توسط انواری که در عبادات است، در نماز است، در قرآن مجید است، ریشه های سرطان ها را بخش کنه که فرصت برای شیاطین داده نشه تا در شخصیت ازی، وجود ازی رخنه بکنه. و این به شکل مستمر است، به شکل دوامدار. و یکی از کارهایی که استمرارا باید انجام شود رجوع کردن به قرآن مجید و به این پیام مبارک آسمانی است. معانی و مفاهیمی را ما خود ما، خانواده های ما، اولادای ما باید بشنویم تا از این بهره ببرن. سوره مبارکه ملک سوره مکی است، سوره‌ای که در ابتدا پیغمبر علیه السلام به خاطر ساختن یک جامعه اسلامی و به خاطر تربیه لازمی مسلمان ها، خداوند متعال این سوره ها را روان کرد، ارسال کرد و در این سوره ها پیام های است که اعتقاد و باور انسان مسلمان شکل میده. یعنی مبنا و اساس تمام دستورالعمل های دین مبارک اسلام اعتقاد اسلامی است. اعتقاد بر خداوند قادر و توانا، باور داشتن به الله واحد و لا شریک، و دوم اعتقاد و باور داشتن بر این که انسان در دنیا خلیفت الله است، از جانب خداوند حاکم روی زمین است، از جانب خداوند متصرف روی زمین است و وظیفه از این انسان معرفت و عبادت الهی است. ساختن نظام‌های اجتماعی، ساختن سازوبرگ اقتصادی، تمدن‌ها همه با روحیه توحیدی و اعتقاد بر این که پیغمبرها رهبرای حقیقی از جانب خداوند به خاطر هدایت و راهنمایی بشر به طرف حق و حقیقت، و اعتقاد بر این که سرنوشت انسان نظر به اعمالی که در دنیا انجام میده در روز حساب محاسبه میشه و جنت‌ها جای محسنین است و دوزخ‌ها جای مفسدین و کافرین و منافقین است. این باور در سوره‌های مکی بر ذهن و قلب یک مسلمان با آیات مکرر وارد میشه تا مسلمان آماده شود برای اطاعت از فرمانهای عملی که
در بعد از سوره های مکی در دوران مدنی پیغمبر خدا علیه السلام نظام اسلامی را ساخت، مسلمان ها را برش قواعد و قوانین زندگی را آورد. باز بعد از اینا آماده بودن یک دم وقتی که فرمان آمد شراب حرام است، یک دم همه تحریم کردن شراب. وقتی فرمان آمد که خمار حرام است، یک بار تحریم کردن. به خاطر اینکه مسلمان ها زیربنای شخصیتشان که ایمان و معرفت است ای ساخته شده بود. در سوره های مکی مسائل معرفتی بسیار است. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. بسیار با برکت است، بسیار مبارک است. الذی، آن ذاتی که بیده الملک، با ید بلا کیف او پادشاهی و ملک و حاکمیت است. با برکت است وقتی گفته میشه یا مبارک است گفته میشه، ما خود ذات پاک الله جل و علا را که چون ذات بیچون است، لیس کمثله شیء، قرآن معرفی میکنه که مثل خدا، مثل ذات خدا چیزی نیست، درک کرده نمیتونیم. به خاطر اینکه درک بکنیم که خداوند چگونه که خدا توصیف میکنه که مبارک است، این کائنات ببینیم که چقدر این کائنات پر برکت آفریده شده. یعنی اگر شما همین روز براین در این شهر مزار 5 چند نفوس شهر مزار غذا همین اینجا ذخیره است، در حالی که افغانستان یک کشور فقیر است. و یا شاید در شهر کابل 20 چند نفوس شهر کابل غذا ذخیره باشه. خب اینا را فکر کنید در شهرهای پیشرفته چند نفوس غذاها ذخیره است. این همه گندم از این خاک از سر تا سر کره زمین بیرون میشه، بسیار برکت است. یک دانه میوه کیله 2.5 افغانی است، اما اعلایش 4 دانش 10 افغانی است. یعنی شما خوب دقت بکنید که 2.5 افغانی، این 2.5 افغانی را اگر آدم زهر بخره هلاک نمیشه، نمیمیره آدم. این قدر کیله ارزان است، بسیار ارزان است. میوه که بسیار مغذی است، در حالی که محصولات شهر ما و مملکت ما نیست. هم ترانسپورتیشن قیمت مصرف راه را برش بندازیم و هم که این جمعه یک بار پخته میشه، فایده خود دکاندار و فروشنده را بندازیم، فایده عمده فروش بیندازیم. کل اینا را جمع بکنین، شاید خود کیله از باغش 1 افغانی خریده شود. 1 افغانی. این چقدر برکت است، چقدر زیاد است. تیلرهای بسیار کلان شاید به لکها عدد کیله بار میشه، حرکت میکنه میایه. بعدش هم کینو یا سبزیجاتی که ما شما میبینیم، گلپی چقدر زیاد است، چقدر با برکت است. یا شلغم و زردک و مولی سرخک و ترب سفید و تربای کلان سبز، همه اینا را فکر کنین. یا بادام، میوه‌های سردرختی، میوه‌های خشک، کشمش، بعد از این آهسته انگور کشمش میکنن میایه. چقدر بخواین، چقدر بخرین است، نه خود چقدر بخواین هست. یا این حیواناتی که هر سال خرمنهای گوشت تولید میشن، مرغ، تخم مرغ، شیر، عسل، برنج، لوبیا، ماش، دیگه از این پوشاک چقدر که بخواین، قالین ها، چقدر که گاز و نفت و اینایی را که خداوند آفریده جور شده. پس تبارک الذی، مبارک است، با برکت است آن ذاتی که بیده الملک و ید بلا کیفش پادشاهی است. اگر این حکومت روی زمین برای یک انسان بده که برسان به مردم، کی رسانده میشه؟ از کجا بکنه؟ چون با دست بلا کیف خداوند پادشاهی است، خداوند میرساند. با ابرا میره، باران میشه، ذخایر بزرگ آب تشکیل میشه در زیر زمین، آب مردم جور میشه، تانکرهای آب پر میشه. ابرا میره، برف میشه، ذخایر بزرگ آب میشه، دریاها آب حیوانات، آب چراگاه‌ها، آب انسان‌ها، آب باغ‌ها، آب تاکستان‌ها جاری میشه. چشمه‌سارها اینا جاری میشه. هوا مناسب میشه برای پخته شدن خربزه، مناسب میشه برای پخته شدن انگور، مناسب میشه برای پخته شدن میوه‌های زمستانی. تغییر هوا، همه اینا به فرمان خداوند است، همه اینا تحت حکومت خداوند است، زیر سیطره و قدرت الهی است. تبارک الذی، مبارک است ذاتی که بیده الملک و ید بلا کیف او پادشاهی است. و یک ایده چقدر برکت است. انسان 2 نفر بود، حضرت آدم و حضرت حوا. 8 میلیارد آدم است امروز، کلش از یک مرد و یک زن است. چقدر برکت کرده،
خلق شده، هر روز میاد خلق شده رئیس، آفریده شده رئیس، ارواح نو، اجسام نو در بطن مادرها تشریف آورده است. شما که او عزیزایی که مجرد است نمیدونن، اونایی که متأهل است میفهمن که اوه 3 تا فرزند شد، 4 تا فرزند شد، تا شور بخورین اینا بزرگ میشه، کلان میشه. این احمد صاحب جان ما میبینین یک زمان 6 ماهه بود در بغل استاد رحیمی، این حال ماشاءالله 9 ساله شده، خورد بچه بود، حالا صنف 2 صنف 3 مکتب شده. چقدر برکت است که اومده رئیس از عالم دیگه ارواح و این عالم دیگه نطفه ها شکل میگیره و بدن ها ساخته میشه و میایه بر روی زمین. 8 میلیارد خیلی است، به زبان راست میایه. وقتی که شما ببینین 8 میلیارد آدم تعجب میکنین. پس ید بلاکیف الهی بسیار مبارک است، بسیار آفریده که اندازه نداره. یک روز شاید در ولایت بلخ یک 20,000 تاکسی باشه و شاید یک 40,000 شخصی باشه، 60,000، یک 20,000 هم نظامی و دولتی و اینا باشه، 80,000، یک 10,000 هم موتورسایکل باشه. یعنی در حدود 1 لک اراده با لاری و با سرویس و با اینا موتر در چلش است میگرده. اگر هر کدام از این همینطور حد وسط 5 لیتر تیل یا گاز مصرف بکنه، 5 لک لیتر تیل تنها در ولایت بلخ مصرف میشه. 5 لک لیتر یعنی 500,000 لیتر. این محاسبه بکنیم که در ولایت کابل، ولایت ننگرهار، اصلا شهرهای افغانستان در مقابل شهرهای بزرگ جهان قشلاق هم نیست. در اون شهرها چقدر مصرف میشه؟ این جنراتورها در جایش، تیاره‌ها در جایش. پس چقدر تیل خداوند آفریده. تبارک الذی بیده الملک. مبارک است دستان بلاکیف الهی که به دست از او پادشاهی است، هیچ حد و اندازه نداره. در یک کشور 1 سال جشن بانجان میگیرن و موترها بادنجان رومی میارن به سر کله یک دیگر میکوبن. شاید یک آدم 1 تن بانجان رومی را ضایع کنه. 1 کیلو بادنجان رومی امی سال 7 افغانی 8 افغانی بودن وقت ارزانی. همیان هم 15 افغانی 20 افغانی، بیشتر از این نیست. پس تبارک الذی با برکت است، ذاتی که بیده الملک و دستان بلاکیف او پادشاهی است. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیز توانا است. اول آیه مبارکه را عرض کردم خدمت شما که از برکات و از الطاف و عنایات الهی کل این کائنات و کل مملکت که خداوند بر انسان بنا کرده و سایر سرزمین هایی که خداوند متعال بر مخلوقات دیگه بنا کرده، همه در تحت سیطره و حکومت الهی است و ما از برکات ید بلاکیف الهی هر مملو میشیم، پر میشیم. و آیات بیشماری هم در این رابطه است که شما نظر بکنین به دسترخوان، نظر بکنین به طعامتان. انا شببنا الماء صبا، ما آب را ریزانیدیم به ریزانیدن. و ثم شققنا الارض شقا، ما باز پاره کردیم زمین را به پاره کردن. فانبتنا فیها حبا و عنبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهة و عبا. این آیات اشاره داره به این که ما برکات الله جل و علا که در زمین و در آسمان موج میزنه ایره ببینیم و قدرت خداوند متعال بشناسیم. و هو علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر چیز تواناست. یک طرف از برکات گپ میشه، یک طرف از توانایی های خدای متعال که بر هر چیز تواناست. یعنی انسان چی چیزی را که آرزو بکنه، وقت خداوند زمینه هایش یا خودش در طبیعت خلق کرده. انسان آرزو داشت که پرواز بکنه، خدای متعال آلمونیم یک فلز بسیار محکم ولی بسیار سبک برای ساخت ساز طیاره ها و پرنده های تیلی و گازی جور کرده مانده. انسان میل پرواز داشت، خداوند ظرفیت و درک و فهم و علم و توانایی را به انسان از قبل داده بود که او اما قوانین جاذبه و قوانین طبیعت و کل قوانین را مطالعه کنه و حاکمیت پیدا کنه بر او قوانین، او قوانین را اختیار بگیره. 100 تن 500 تن 1000 تن وزن در هوا بلند کنه. انسان آرزوی پرواز داشت، خدای متعال تیل یا مواد نفتی را آفریده بود در اعماق زمین که برای سوخت همین طیاره ها و هواپیماها مساعد باشه.
و مثل از این موارد دیگه که کلا ما شما میدانیم. یا انسان خواست حرکت در بحر داشت، در اعماق بحر داشت، خداوند متعال وسایل زمینیش ساخته بود. یا بعضی از وسایلی که خود پروردگار بدون دسترسی انسان، بدون دخالت انسان ببخشید مستقیما آفریده. میوه ها انسان میل داشت که با تنوع همین ویتامین ها را نوشیدن کنه، اگر نه شاید تعداد ویتامین ها و همین مرکبات غذایی ما شما زیاد نباشه. اما پروردگار این به اشکال مختلف و رنگ های مختلف و دیزاین های مختلف در آورد، طبیعت های مختلف اشباع میکنه، هر طبیعت مطابق ما میل خود. انار میبینید در یک دیزاین، اگرچه شاید مواد انار کیوی هم داشته باشن، شاید مواد انار یگان میبینید دیگه هم داشته باشن، ولی خداوند متعال بر هر چیز تواناست. یعنی هر نوعی از آفرینش که خواست عرضه کرده. یک تعداد موجودات از تخم بیرون میشه، تواناست خداوند. دم درون تخم بعد از 20 چند روز جوجه شکل میگیرن. یک تعداد موجودات خودشان تخمشان در بدن موجود دیگه فرو میبرن، مثل بعضی از حشرات. چند نوع زنبور است، لارو بعضی از شاپرها که در حالت رشد و نمو است و شکل کرم، اونا را پیدا میکنن، تخمای خود را در بدن از اونا غرس میکنن. بعد از چند ماه همون تخما در بدن از اونا رشد میکنن و همون کرم بیچاره را نوشیجان میکنن. 10 تا 12 تا دیگه کوچک کوچک لارو زنبور میبره از درون از اون. باز لارو زنبور دوباره در گرد خود میتنه از ابریشمی که خودش داره، باز از داخل از زنبور بیرون میشه. قبلا یک کرم بود، بعد از اینکه تار میتنه از بین همون تار تنیدگی بال است و پر است همون ساختمان یک زنبور بیرون میشه. یعنی خداوند متعال این توانایی را داره که مخلوق را بیافرینه که در اول کرم است، گرد و گرد خود تار میتنه، از درونش یک زنبور میبره، یک شپره میبره. بعض حیوانات چوچه‌زاست، چوچه در بطن یک موجود دیگه شکل میگیره. بعض حیوانات جنین در بطن موجود شکل میگیره، چوچه در کیسه شکل میگیره. مثل چی؟ مثل کانگرو، او 2 پایی که داره دایو کرده میره. اول به اندازه یک بند انگشت از همون جنین ازی که در رحمش او رشد میکنه، باز بعد از او اینمی تولد میشه با بسیار زحمت. همی بسیار کوچک است، ایمیای وارد چیز میسازه خدا، کیسه. در داخل کیسه که شد اونجا باز به یک از پستانهای کوچک از این میچسبه، از طریق شیر بازی بزرگ میشه تا زمانی که خوب بزرگ شد و کلان شد آماده بیرون برآمدن شد، باز بیرون میبره. بعد از چند ماه این پشم و صورت ظاهری شکل میگیره، البته توسط شیر، مثل این موجودات دیگه نیست که کامل شود در رحم باز تولد شود. بعضی از موجودات مصروف تولید شیر هستند. همین گاوای خانگی ما شما کلانتر از اسبان نیست، بزرگتر از اسب نیست، اما شیر اسب بسیار اندک است، شیر گاو بسیار زیاد است، یا شیر مرکب بسیار کم است، ولی شیر گاو بسیار زیاد است. چرا این وظیفه امیر داره. پس خداوند بر هر چیز تواناست، چیزی که خواست آفریده. از مواد روی زمین که خاک است هیئت بسته کرده، شکل بسته کرده، انسان ساخته، همون ظاهر و بدنش. چشم ما و شما چی است؟ محصولات همین خاک است. گوش ما و شما، مغز ما و شما، ولی در اینمی چشم و گوش و مغز خداوند روح دمیده که حیات پیدا کرده. پس و هو علی کل شیء قدیر. یعنی در طبیعت که اگر آدم نظر بکنه، خصوصا در عصر امروز که علم و دانش بشر بسیار بلند رفته، طبیعت نظر بکنیم هر طرفش معجزه است، هر طرفش شاهکار است. پس و هو علی کل شیء قدیر. یعنی یک اسپرم در یک بار انزال فکر بکنین که از خود همی مواد که از مرد نازل میشه پایین میشه، آب منی، ثلث ازی تخمک است، یعنی 2 ثلث ازی مواد اضافه است. یعنی این را 3 تقسیم بکنین، 1 تقسیم ازی اسپرم مرد است. همین چیزی دور و بر 100 تا 200 میلیون توته تقسیم بکنین، 1 تا ازی یک انسان تخمش است. تخم خربزه خیلی کلان است، بعد اسم تخم انسان به سر سوزن هزارها تاش میاد. خداوند بر هر چیز تواناست که اینمی
در داخل همین نوشته است تمام نژاد و نسل و قیافه و قواره و کل مسائل همین نوشته است که چشم و چهره و قد و مو نمیفهم صدا و حتی حرکاتی که میره و حرکت میکنه ای به کوی بره، به مامایش بره، به کاکایش بره، به مادرش بره، به طرف پدری بره، کلش نوشته است. پس و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیز توانا است. الذی آن ذات توانا و با برکت که خلق الموت آفرید مرگ را و الحیات و همین زندگی را لیبلوکم ایکم احسن عملا تا بیازماید کدام یک از شما احسن عمل انجام. مرگ و زندگی را خداوند آفریده. اگر خداوند مرگ نمی آفرید کسی را کشته نمیتونست. خالق مرگ الله است، ما کاسبش است. واز القیاس حیات، کسی حیات داده نمیتونه، خالق حیات خداوند است. ما وسیله و سبب حیات میشیم. و من احیاها که در آیه مبارکه هم هست این سبب حیات شدن است. آن ذاتی که خلق کرد مرگ و زندگی را. دو تا نقطه ای و بی را برای ما بیان میکنه. ای تولد، بی وفات. اینمی نقطه ای و بی که آغاز زندگی و انجام زندگی دنیوی است. خداوند اینمی زندگی دنیوی را یک تا تعریف کلی میکنه. زندگی خود تعریف های جزئی داره. مثلا یک بخش زندگی جوانی است، این کار کنی، درس بخوانی، یک تعریف است. یک بخش زندگی طفلی است، یعنی پدر و مادر متوجه باشه، بازم درس و تعلیم هم کمی است، دیگه ساعت تیری و تفریح است. یک بخش زندگی مسئله تشکیل خانواده است، یک تعریف داره، خانواده، دیگه ازدواج، شوهر، خانم، و یا به شکل تجارت، یا به شکل یک بخش از زندگی سیاست و حکومتداری. ولی کل زندگی چیست؟ همین زندگی را که از الف و ب، از نقطه الف تا ب که الف تولد است و نقطه ب مرگ است، از همینجا تا اونجا جوانی و پیری و مجردی و متأهلی و غم و شادی و مریضی و اینها را در نظر بگیری چیست؟ چرا خداوند یکی را قد کوتاه داده، یکی را قد بلند داده، یکی را از یک مرض رنج میبره، یکی از فقر رنج میبره، یکی از سرمایه‌داری میکفه. این تفاوت ها چیست؟ یک تعریف میکنه دین، میگه این برنامه امتحان است. خداوند جل و علا چون انسان مورد امتحان الهی است، امتحان خودش لازمیش چی است؟ لازمی امتحان ضیقیت ها است، نرسیدن ها است، فشار ها است. تا چرا؟ تا حق و باطل، تا درست و نادرست از هم جدا شود. حالا یک جوانی که تمایل به شهوات پیدا میکنه و یا فضای آلوده شهر سرش اثر میکنه، او فکر میکنه که خب من دیگه در این عصر و در این زمان نمیتونم خود نجات بدم از این فساد، اینمی است ما باید این انجام بدم. در حالی که برادرای عزیز در هر عصر در اینمی جوانی شهوت یک امتحان است. در هر زمان مثلا 1000 سال قبل از امروز، 10,000 سال قبل از امروز، اینمی شهوت یک امتحان است. عده کامیاب میشن، عده ناکام میشن. شما شاید فکرتان این باشه که والا در این عصر قدر فساد زیاد است. در اون عصر هم بوده. شما برین تاریخ بخورین، چی قصرهایی بوده، چی حرمسراهایی بوده، چی انسانهایی که به مطربی و عیاشی و شرابخواری و به فحاشی میپرداختن بودن و مردم دعوت هم میکردن. مگر اعراب جاهلی نبودن که آمدن گفتن عزمشانی بود که در بدر میریم حیوان شترها را سر میبریم و کنیزان و رقص و پایکوبی دعوت میکنیم، شرابها را میخوریم، پس برمیگردیم تا ابوهت و عظمت ما را عرب بدانه. به همین نیت آمده بودن. ولی پیغمبر اسلام علیه السلام برای یارانشان گفت که قریش جگرگوشهای خود روان کرده، شما هم دیگه آماده شوید. یعنی عرب همون زمان که واقعا فقیرتر از دیگه سرزمین ها بودن، اونا هم زمینه فحاشی و عیاشی برشون میسر بوده. پس یک جوانی که در جوانی فکر میکنه که حالا ما جوان هستیم، فشار از سر ما چیکار کنیم، این بدانه که امتحان است. وقتی که فشار نبود امتحان نیست دیگه. یک فقیری که فقر سرش میگه والا ما باید رشوت بخوریم، چیکار کنیم، مال خود نمیشه، خیلی چی چاره است؟ خب امتحان است. اگر این فشار فقر نمیبود امتحان نمیبود دیگه. یا یک آدمی که پول نداره و برش قرضه و سود میسر میشه، او میاد یک روز یک کسی که من مشورت کرد که خب چیکار کنیم، من تو برای من قرض میدی؟ من گفتم به این شکل از من سوال نکن. تو از من سوال کردی که حلال است حرام، من گفتم حرام است.
ولی حال سر تو یک امتحان است. شاید من نتونم این قرض برای تو داده، شاید من بنده شاید داشته باشم، ولی تو وقتی که صبر میکنی خب اجرش از خداوند میگیری، باز اجر خب با ما تقسیم نمیکنی. صبر کو، راه حل معلوم است. خداوند متعال دنیا را امتحان خلق کرده، یک جلوه های از امتحان است. هر چی میرسه بر ما، هر چی در آسمان چی در زمین، هر مصیبت میرسه امتحان است. جوشن سر امتحان خاص الهی است. پس اینجا کلا میگه خلق الموت و الحیات، از این زندگی تا به مرگ، این خط مستقیمی که میری جوان میشی و بالاخره مسن میشی و ازدواج میکنی و اهل و بیت پیدا میکنی و اقتصاد پیدا میکنی و دوستا پیدا میکنی، مریض میشی، بالاخره با یک مرض از دنیا میری. همه از این مرحله های امتحان است و شیطان در هر مرحله دلیل برات میده. حال جوان هستی پدر چی کنی دیگه چاره نیست، دلیلش همین است. خب جوان قبول کردم، پیر که شد دیگه دلایل هست، کس تو رو احترام نمیکنه. برو در این مسجد قال مقاله بنداز، برو در این مسجد بگو نماز ایده اشتریم چور کردیم چرا 8 جور نکردیم، قال مقاله بنداز، کس تو رو احترام نمیکنه. امتحان است، حرص قدرت، حرص خود بزرگ بینی. همه زندگی یک امتحان است. خلق الموت و الحیات. و انسان چرا آفرید خداوند؟ به خاطر معرفت خداوند و در مسیر معرفت امتحان میشه. حالا میگه لیبلوکم، تا بیازماید شما را ایکم احسن و عملا، کدام یکی از شما بهترین عمل انجام میدین. احسن عمل، احسن عمل چیست؟ عملی که خاص برای رضای خدا انجام شد داده شد، یعنی احسن عمل است. در این رضایت مردم نباشه. مثلا اینمی دوستای عزیز من به شنیدن کلام الهی در اینجا بعضی در تار رفاقت دم میمونه، والا اینمی دوستم از دری خفه میشه، احسن نشد عمل، والا خیلی دیر است که نرفتیم چکر یگان جای خانه دخالیم، بیا بریم بقیت بره، نشد احسن عمل. احسن عملی است که میریم یک لفظ از قرآن بشنویم، باز کل دیگه پای دیگه هم در ظل ازی در سایه ازی هست، هم دوستت خفه نمیشه، هم چکر میشه، از یک دقیقه از خانه میبرایی. همه اینا هست. از این لحاظ ما شما احسن عمل که انجام میدیم در مو نقطه اصلی که عبارت از نیت است اونجا زیاد توجه کنیم. خب نیت پخته کنیم، اگر در نماز میریم، اگر در هر جای میریم نیت ها رو پخته کنیم، باز دیگه عمل پخته میشه. الذی خلق الموت و الحیات، آن ذاتی که آفرید مرگ و حیات را، لیبلوکم تا بیازماید شما را، ایکم احسن و عملا، کدام یک از شما نیکو عمل میکنید. در دنیا برای کامیاب شدن در امتحان دنیا 2 تا درس به کار است. یک درس علم معاش یاد گرفتن، یا نجار شوی، یا گلکار شوی، یا محصل اقتصاد شوی و فارغ شوی در رشته تخصص داشته باشی، یا معلم شوی، یا بالاخره مربی ورزش شوی. خلاصه یک دروازه برای امرار معاش پیدا کنی، چرا اگر دست دراز بود به طرف مردم باز موفق نمیشی. حتی انبیا هم همیشه کار میکردن. حدیث مبارک است، حدیث متفق علیه که پیغمبر علیه السلام حضرت داوود در یک جمله معرفی میکنه، میگه نمیخورد داوود علیه السلام مگر از عمل دستش. یا دیگه حدیث است ان زکریا علیه السلام کان نجارا. چی معنا؟ زکریا نجار بود. همین حدیث مفهومش است که یعنی حضرت زکریا علیه السلام با وصف که پیغمبر بود ولی امرار معاش علایده میکرد. پس به خاطر کامیاب شدن در اینمی امتحان دنیا باید ما شما علم معاش فرا بگیریم. از علم معاش، اتر علم معاش هم نه که از ماتریالیستا و ماده پرستا کرده بدتر شیم که شب و روز ما در غم پیدا کردن پول باشه. نه، ما به اندازه تلاش بکنیم که خود ما و خانواده ما را از فقر نجات بدیم. مشکل حل باید بکنیم. مگر چه شده ما را جوان نیستیم، نیرو قدرت نداریم، داریم اینا. باید زحمت بکشیم و یک راه حل اقتصادی برای خانواده از طریق مشروع پیدا کنیم. و دوم علم معاد به کار ببندیم، یعنی راه رسیدن به آخرت، راه فلاح و رستگاری را به ما اندازه که علم معاش تلاش میکنیم از او بیشتر در این راستا تلاش میکنیم تا بتانیم خود نجات بدیم از همه حمله های درونی و بیرونی، از حملات شیاطینی جنی و شیاطین انسی، از شر و بدی های نفس خود ما و نفس اطرافیان ما.
یک وقت خودت خوب شده رئیسی، ولی یک برادرت یا یک خواهرت یا کاکا یا ماما یا یک از اقارب دوستا آدم نااهل است، او یک حمله میکنه سرت. اونها هم باید برش تدبیر بگیریم، بر اساس شریعت برنامه دعوت داشته باشیم، اصلاحات به وجود بیاریم در قدم اول خود ما. پس راه کامیابی در امتحان دنیا دو تا گپ است: علم معاش را دانستن و علم معاد را به نیکویی کار بستن باشد و بس. اگر جوان در این دو عرصه برنامه نداشت مطلق ناکام است، امروز یا فردا ناکام میشه، عاطل میشه، باطل میشه، به حاشیه رانده میشه، از متن زندگی بیرون میشه. شما چه وقت در متن زندگی هستین؟ وقتی که مبارزه بکنین برای کسب معاش و برای رسیدن به مدارج بلندی است علم معاد. چرا در حوزه علم معاد اگر تلاش کردین شما دارای سجایای اخلاق، سجایای نیکو، بالاخره دارای رفتارهای نیکو، دارای و اخلاق پسندیده و حسنه میشین. این باعث میشه که شخصیت شما در متن توجه تمام امی اطرافیانتون قرار بگیره. البته به این هدف شما این کار نمیکنید، نیتتان خدا هست و نیتتان خالصا لله است، ولی فایدهش هست امی، چون امی تلاش آدم در متن. و وقتی که تلاش میکنین برای کسب معاش شما را باز در متن قرار میتن. چرا؟ شما از دیگران بی نیاز میشین، محتاج برادر، پدر، محتاج کاکا و ماما نمیشین، شما مستقل میشین. این خودش شخصیت شما را برازنده میکنه و امتحان به شکل احسن سپری میکنین. چرا یک بخش امتحان دنیا خداوند متعال در ماه مبارکه میگه که نقص در اموال و در ثمرات است، نه اقتصاد است، پول است. دنیا امتحان است دیگه، پول دنیا وسیله امتحان است. هم نبودش سخت است، هم اگر از حد فزون شد و به حرص و به هوا تبدیل شد این هم سخت است. از این لحاظ برادرای عزیز یک خط مستقیم بکشین، یک طرفش بنویسین مرگ، یک طرفش بنویسین زندگی. اینمی خط مستقیمی که از زندگی به طرف مرگ میره، اینمی کلش امتحان است بنابر تعبیر یای مبارکه. و در بین هر قدر خطکای کوچکی که است، مثل یک خطکش که مثلا 1 متر اگر باشه، از همون نقطه شروع تا نقطه ختم 100 تا سانتی متر است، 100 خطک است. همین 100 خط شما فکر کنید که هر کدامش یک حادثه زندگی است. خدای نخواسته یک جای میفتین، موتر میزنه، پای قطع میشه، شکر میگیره، فشار میگیره، امراض میگیره. یک امتحان است. دنیا امتحان است، ولی مرض آمده. مایوس نشین، و اجر داره. در میدان محشر اینطور انسان ها هست که آرزو میکنن خدایا کاش که این مرض آدم میدادی، این اجر ما میگرفتم. بس از امراض از انسان کبر میگیره، این انسان مریض نشه، انسان بندش نبینه. این خود موجود بسیار خام است. یک دفعه متکبر میشه، دعوای خدایی میکنه. خداوند مرض میاره، سختی را میاره که بفهمی که راستی یگان جای آدم که سخت سرش بیای خیلی شکسته میشه، مشکل این قرار میشه، میفهمه که راستی چیزی نبودی. آدمی به گپ و خجور نمیشه تا روزگار درسش نده. خداوند امتحان یعنی این روزگار امتحان قرار داده. شب و روز میگذره و فشارها میآید و هر کدام این فشارها درس است. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا بیازماید شما را کدام یک از شما احسن عمل انجام بدین. و هو العزیز الغفور، او غالب است، غالب است بر این که تمام زندگی شما را نظارت بکنه. و در پولش غفور هم از اگر در امتحان اگرانجای پیشبایی خوردین میبخشه. چی صفات چقدر در اون مسیر مشخص معین مفاهیم بیان میکنه. قرآن واقعا فصاحت عجیب و غریب داره، معجزه است به شک. میگه احسن و عملا، باز بارز میگه و هو العزیز الغفور، و هو غالب است، تواناست به نهایت که تمامی امور رو که شما انجام دادین مدیریت بکنن، نظارت بکنن، حساب بکنن. و در پولی همی که همه قدر تواناست غفور هم است. الذی، حالا به خاطر که در این امتحان انسان انگیزه بگیره، خداوند در اولین درسش خود معرفی میکنه. چرا امتحان وقت ما به شکل احسن سپری میتونیم که پروردگار بشناسیم. خداشناسی برادرای عزیز امی اصلی ترین قدم امتحان است. یعنی میگه که برداشت انسان کامیاب میشه. الذی خلق 7 سماوات، آن ذات که آفرید 7 آسمان را طباقا، مرحله به مرحله، طبقه به طبقه.
ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ عیبی در آفرینش رحمان نمیبینی. یک دلیل متکلمین مسلمان بر وحدانیت خداوند دلیل نظم است. شما از امروز تا شب بعدی که ما شما میبینیم وقت برتان است، برین یک عیب در کائنات پیدا کنیم و یک طرح بهتر از او بتین، بگین این عیب است، دلیلتان وقت موجه که شما طرح بهتر بتین. رنگ آب آبی است، بیاین بگین رنگ آبی خوب رنگ نیست، آب رنگ همی کاش که سرمه‌ای میساخت. یا اکثرا آب بیرنگ است، او انعکاس نور است که آبی میشه، نه بیرنگ است. آب بیرنگ است، شما مثلا رنگ برش قائل شوید. یا از آسمان، گازاتی که در زمین است، میوه‌جات، یگان طرح نبودن بگیم این چهارمغز اون خبر در نمیخوره، یگان میوه دیگه طرح بدن. یا در رابطه با اعضای بدن انسان، چشم و گوش و تمام جوارح، او عیبی که در اثر کمرسی مادر و پدر نظر به تغذیه فرزند یا بعضی از عوامل استثنایی امتحان کس، او را بگذارین به شکل عام نظر بدین به کائنات. یا کدام عیبی میبینین؟ چگونه که ابر شکل میگیره و تبخیر میشه و آب و حرکت میکنه در اثر باد، دوباره در هوای سرد تبدیل به ژاله و به برف و به باران میشه. همین سیستم به نظر شما اگر عیبدار می دیگه طرح بگوید. یا چگونه خون گردش میکنه در سر تا سر وجود و تمام حجرات از بین رفتن اکمال میکنه، زخم ها را التیام میبخشه، اکسیژن به مغز و به اندام ها میرسانه و انرژی و قند به اندام ها میرسانه، مواد مضر برده در گرده ها تصفیه کرده در مثانه میریزه. چقدر که کارای خون میکنه. همین یک سیستم عیبدار است به نظر ما شما. مثلا بگیرین یک سیستم یک طرح نو ارائه بکنید. امروزه دانشمندان هر قدر که تحقیق میکنن انگشت حسرت به دندان حیرت میگذن، میگن عجب آفرینش کاملا بی عیب. دندان ها باید تکه تکه می بود. اگر یک جامی بود، اگر یک علاشی پایین خلاص میشد، خراب میشد، زخمی میشد یا سیاه میشد یا کرم میخورد، باید همین از این میکشیدی. امروز در اکسم گفتم خداوند متعال اگر این گوش ها را غضروفی نمیساخت، یک تو استخوان محکم میساخت، در خوابیدن مشکست. این ازی که در طرح بهتر نیست، کاملا به شکل رابر برست، قاط میشه نمیشکنه، راحت استفاده میکنه ازش. خداوند متعال موی انسان همین که رشد میکنه چربش کرده میره. اگر نه جنسش از جنس ناخن است باید بشکنه، چون چرب میشه هر روز همین تو مرطوب و نرم نگاه میشه. این جنسش از این جنس است. خب همین از دیگه که وقتی میگیم که در آفرینش عیبی وجود نداره، نیست، هیچ عیبی نیست. سنگ ها هر چقدر بخوای متنوع، سنگ قیمتی الماس، سنگ ارزان سنگ چونه، به نهایت زیاد، و سنگ ها به نهایت کم، چون باید بهایش بلند باشه. خلاص هر چیز به مقدار، هر چیز به اندازه. از این لحاظ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، در خلق خدا، در آفرینش خدا هیچ عیبی نمیبینی. فرجع البصر، باز رجوع بکن به بصیرت، به بینایی. هل ترى من فطور، آیا عیب میبینی؟ انسانی که منکر خداوند متعال میشه چه تعریف میکنه از دنیا؟ آیا دنیا زاده یک ماده کر، کور و گنگ است؟ ماده‌ای که نه عقل داره، نه شعور داره، نه اراده داره، نه خودم میشناسه، یک چیزی بیجان. آیا این باعث بر آفرینش انسان شده؟ آیا میلیون ها سال پیش که اصلا ماده و اینا نبود، میلیاردها سال پیش جهان از نظر علم هیچ بود، چگونه هیچ به هستی تبدیل شد؟ آیا این همه نظم دلالت بر وحدت و وحدانیت خدا میکنه، یا این همه نظم دلالت بر پوچی و بی محتوایی عالم؟ آیا عالم بنیاد و اساسش بی محتوا و پوچ است؟ نه، ابدا نه، هیچگاهی درست نیست. پس ما از اول میخوانیم که با برکت از ذات که به دست بلا کیفی او پادشاهی است و هو علی کل شیء قدیر، بر هر چیز توان است، هر چی خواست آفریده، پرنده و خزنده و هر چی. الذی، ذات که خلق الموت والحیات، مرگ و زندگی را آفرید، لیبلوکم، تا بیازماید شما را، ایکم احسن و عملا، کدام یکی از شما عمل احسن نیکو انجام میدین، و هو العزیز الغفور، و او
غالب و بخشنده است. الذی آن ذات غالب و بخشنده که خلق 7 سماوات طباقا آفرید 7 آسمان را طبقه به طبقه. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. نمی بینی در آفرینش رحمان هیچ عیبی. فرجع البصر، پس مراجعت بکو به چشمهایت. انسان چشم خداری معنای گبی است. هل ترى من فطور، آیا کدام شگاف و عیب و نقص و اینایی میبینی که نمیبینیم؟ صدق الله العظیم. به شک راست خداوند بزرگ مرتبه. برادرای عزیز، در زندگی اگر انسان به خدا نرسید و خداوند متعال نشناخت و به خداوند متعال سجده نکرد، زندگی ازی در این دنیا هم تباه میشه، دلش تنگ میشه، افسردگی میگیره، مشکلاتش بیشتر میشه، سر تا پا زندگی ازی مملو از بدبختی میشه، اولادش ناساله میشه، کانون گرم خانوادهش از هم میپاشه، اعتیاد و مواد مخدر و چرس و سیگرت و تریاک رخنه میکنه در عادات ازی، بالاخره ای از اون مسیر حقیقی باز میمونه. و اگر انسان قدم به قدم نزدیکتر شده رفت به خداوند متعال، عباداتش کیفیت پیدا کرد، معرفت بیشتر پیدا کرد، زندگیش پر معنا میشه، زندگیش پر کیف میشه، خواب آرام می داشته باشه، زندگی آرام می داشته باشه، برش قناعت نصیب میشه، خانوادهش سالم میشه، اهل و عیالش سالم میشه، کاملا زندگیش پر از شرافت و پر از عزت و پر از معنویت میشه. پس چه خوب است در پهلوی از که ما کار و تلاش و تجارت و کسب و زحمت به خاطر درآمدهای مادی میکنیم، یک مدت در راستای رسیدن به معارف و معنویات هم تلاش بکنیم تا به لطف و به عنایت خداوند و مو سر منزل مقصود برسیم. سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. پروردگار، امتحان دنیا را بر ما آسان و توأم با کامیابی بگردان. خداوند در دنیا چشم بینا و بصیرت لازمی را برای دیدن آثار و صنعت و قدرت ذات اقدس خودت برای ما نصیب بفرما. و فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد برحمته.